دوستان ما امروز به بگرامی آمدیم و اینجا یک مارکت خیلی بزرگ از میوه و همچنان ترکاری ساخته شده است. قبل اون مارکت بود که در مدت 8 سال 9 سال چلیدگی بودی نو است که نو است دیگه مزه روزگار فعلا نیست اینجا. از نظر کاروبار اینجا برات راحت تر هستی یا چارای بطخاک راحت تر بود؟ نه اینجا خوبتر از به ما اینجا یکی ساحش بزرگ از خوب است دیگه اونجا سایه تنگ بود باز دیگه اینجا مارکت دولتی است همون نفع و مفادش کلش به دولت میره. سابق که بودیم در مارکت ما خیلی زیاد دیجا که اومدیم ضرر کردیم به خاطر این ضرر کردیم بیادر که دوج 65 هزار دلار ما دکان داشتم و دکانای ما قلف شد و اومدیم دیجا. به نام خالق یکتا و توانا هموطنان عزیز دوست داشتنی سلام وقتتان بخیر، امیدوارم خوب صحتمند سرحال باشید. باز هم در یکی دیگر از برنامه هدف میدیا امید بکتاش در خدمتتان هست و دوستان ما امروز به بگرامی آمدیم و اینجا یک مارکت خیلی بزرگ از میوه و همچنان ترکاری ساخته شده است که اینجا همون مارکت را از چارای بطخاک به خاطر از اینکه ازدحام را خیلی زیاد ساخته بود انتقال دادن آوردن به این سایه. یک سایه کاملا آرام هست، یک سایه است که ازدحام زیاد نیست، مثلا مزاحمت ایجاد نکرده بر مردم و هم عزیزان که نیاز دارن به ترکاری میوه سبزیجات هر آن چیزی که نیاز دارن میتونن خیلی راحت میاین از اینجا خریداری میکنن. میبینین رای موترش هم خیلی خوب هست، موترها هم هست، میاین با موترایشان با بایسکل هم حتی میاین یگان تا با بایسکل میاین خریداری میکنن سودایی که نیاز دارن و دوباره طرف خانهشان حرکت میکنن. ما هم امروز آمدیم اینجا خواستیم یک گزارش مقبول از اینجا براتون تقدیم بکنیم ببینیم این مارکت را که اینجا آوردن چطور است، آیا دکاندارایش رضایت دارن یا خیر، مردمی که اینجا میان سودا میخرن رضایت دارن یا خیر و همچنان شما عزیزان هم که در این ساعت زندگی میکنین با این مارکت هم بیشتر آشنا شین و هر آن چیزی که نیاز دارین اینجا بیاین و خریداری بکنین. ما را همراهی کنین دوستان تا آخر برنامه، ما هم آهسته آهسته طرف داخل میریم و یک گزارش خیلی مقبول زیبا از اینجا براتون تقدیم میکنیم. خب دوستای عزیز آمدیم به داخل مارکت و اینجا دکان را که میبینین هم ترکاری داره و هم سبزیجات و هر آن چیزی که بخواین اینجا پیدا میشه. سلام، چطور هستین؟ و علیکم السلام برادر، قنجور هستین؟ صحتمند هستین؟ خیر و سلامت باشین. اول میشه که نامتون برام؟ نثار احمد صافی. نثار احمد جان صافی. نثار احمد جان بله. اول برام اینو بگو که این مارکت چقدر وقت از جور شده و خودت چقدر وقت است که دکان گرفتی؟ تخمینا در مدت 2 ماه میشه بیادر اینجا ما هستیم فعالیت میکنیم. قبل از اینجا چارای بطخاک میبودیم. چارای بطخاک بودیم. اینم بر دوستا خیلی بگو که اینجا خوش است، اینجا راحت هست یا چارای بطخاک؟ والله تو راست یک مطلب پشتو میگه خانه جایی است که روزگارت باشه. دیگه قبل اون مارکت بود که در مدت 8 سال 9 سال چلیدگی بودی نو است که نو است دیگه مزه روزگار فعلا نیست اینجا حقیقتش. نه روزانه چقدر کار میکنه میشه؟ والله تو راست خوب که کار خو میشه اگه بگیم 20000 دکانداری 22000 خو مفاد نداره. مفادش کمتر میره میاره 180 پس 180 کسی نمیبره دیگه چه فایده ای که 20000 باشه 30000 که مفاد نکنه. خب یک اول خودت یاد کردی که گفتی اونجا تقریبا 8 سال مارکت بود نه؟ بله. اینجا نو هست، دوستای بلد شدن امرایتون میاین خریداری میکنن. چقدر وقت از خودت کاربار می ترکاری بودی میوه جان؟ تقریبا یک 8 سال میشه. قبل پاکستان می بودیم، بعد از اونجا که آمدیم در مارکت چارای بطخاک می بودیم دیگه فعلا قسمت نصیب اینجا هستیم برادر. من هم 8 سال رقامت اینجا هستی دیگه. نسبت به 8 سال کدام ذره باز حالا کاروبار تغییر کرده است، تغییرات آمده؟ بسیار زیاد، کم نه. کم شده است یا زیاد؟ نه کم شده دیگه. طبعا اون کل دوستا میفهمه همیار کار روزگار افغانستان
کم شده زیاد نشد. همونطور است نه؟ بله واقعا شمی از دوستا پیش هر کسی که میری میناله. همونطور است. ایبان جان رومی با میا وینا را که آوردی خودت از خود وطن هستن یا از جای دیگه آن طور است که زیادتر شال وطنی می قبل اون مثلا کچالو پاکستانی می فعلا هم پیاز وطنی زیادتر شال از خود کشور خودمون بیاد. خب بسیار خوب. وطنی باز ارزان می باشه یا از کشورهای دیگه؟ طبعا از وطن خو مصرف سرش کم می مسئول نداره و باز قیمتش خوب می باشه. چیزایی که از ایران و پاکستان می باشه کم قیمت می باشه. کم قیمت تر باشه. بخیر سلامت باشی. خیلی ممنون از خودت رفیق. کدام پیام حرفی گفتنی اگر داشته پیام از دولت خود داریم کمی مشکلات افغانا را زیر نظر بگیرن. عموما این مارکت که ما مشکلات شما را گفتیم مشکل داریم. مارکت ما سینال مثلا اگر پخته کنن بر ما یک رایج برای برق به هیچ مشکل نیست. مشتری با شوق میگن اینجا یک مارکت جور شده بسیار بسویه. بری کمو تو چکری هم یک مسلمان به خرید خودم میکنه. فقط هم از دولت ما. بخیر سلامت باشین. صدای تا شنیدن امیدوارم که توجه بکنید. بخیر باشین. خب دوستای عزیز با این رفیق ما صحبت کردیم. ماشاءالله ازدحام هم خیلی زیاد شد این طرف. بیاین بریم پیشتر با دکاندارای دیگه هم که هستن اینجا صحبت بکنیم. ببینیم که اونا چطور از کاروبارشان چقدر وقت از کجا آمدن. هرچند این مارکت اینا دوست ما یاد کرد که خیلی وقت کم هست. یعنی مدت 1-2 ماه شد که اینجا فعال شده است. شما ایزان هم که اگر بیننده برنامه هستین میتونین بیاین اینجا تشریف بیارین. هر آن چیزی که ضرورت دارین خریداری بکنین. دوستا با دفتر خود مارکت آمدیم و در کنار ما زیارمند صاحب هستن منشی خود مارکت. خواستیم در اول یک معلومات کلی از اینا هم بگیریم در مورد از این مارکت چقدر وقت از ساخته شده از چند دکان هست و همچنان انگیزه ساخت مارکت شد. بیشتر از خودشون بشنویم. سلام خوب هستید؟ سلام به شما و سلام به بیننده‌های عزیز. سلامت باشید. از این مارکت حدود 4 ماه میشه که یک ماه شده که 4 ماه ورقش شده بود و تقریبا یک ماه میشه که ما انتقال کردیم از نای 22 از چای 22 چای بطاق. یعنی خوب است این بر دوستان مشخص شود چای بطاق. چند دکان هست فعلا در این مارکت؟ چند دکان موجود؟ 480 دکان. 480 دکان. اینا رو باز بخش بندی هم کردیم یا هر کدامش از خود چیز که بلاک میوه، بلاک سبزی و بلاک کچالو میگه. خب بسیار خوب بسیار خوب. چقدر تا هنوز مردم مراجعه کردن دکان‌ها را گرفتن؟ دکان خالی هم داریم؟ این کسایی که مستحق در مارکت چای اتفاق بود به اون مردم داده شده. خب بسیار همونجا که 480 دکاندارا بود واسه از طریق شاروالی پرکشی به مردم داده شده. خب بسیار خوب. یعنی تمامش کسایی هستن اینجا دکاندار بودن. بغیر از اینا کس دیگه اگر مراجعه بکنه اینجا براشون دکان داده نمیشه؟ باز دفتر که شاروالی کسایی کاسب باشه مستحق باشه و شاید بهشون به طرف شاروالی. خب بسیار خوب بسیار خوب. میشه در مورد اصلی بگین چی باعث شد تا شما تصمیم بگیرین که همچون جایی را بیاین یک مارکت بسازین و اون مارکت بزرگ از اونجا انتقال بدین به اینجا؟ چون اونجا اون مارکت مساحتش کم بود و ظرفیت کاری نداشت. به اون خاطر ما طرف انتقال کردیم. خب بسیار خوب. اینجا باز خوبتر هست. مردم چطور استقبال کردن؟ دکاندارا و اینا رضایت نشان دادن از بله کلی استقبال کرد این مارکت چون ساحه کاری هم ظرفیت کاروبارم دارد. خب بسیار خوب بسیار خوب. میشه یک کمی در مورد سهولت‌های مارکت بر دوستان بگوین نظر به مارکت سابق که در چاره بطاق بود این مارکت چه سهولت‌هایی دارن که بیشتر مردمی که هستن اونا هم علاقمند شون بیان اینجا دکان بگیرن؟ یکی سهولتی بود که مردم اونجا خود چون جای خورد بود اونجا ساحه واسه شد و اون دیگه اونجا که مثلا مردم 1000 نفر کار کنه اینجا 3000 نفر کار میکنه مارکت. چون از 3000 نفر باز هم دکاندار از خریدار از این رقم مردم تا 10000 نفر میرسه. خب بسیار خوب. ساحه کاری بزرگ. بسیار خوب. بخیر سلامت باشین. خیلی ممنون از شما. تشکر. خب دوستا با زیارمال عزیز صحبت کردیم. یکم بیش در مورد مارکت براتون معلومات داد. حالا ما هم میریم به داخل خود مارکت و دکاندارایی که اونجا هستن با اونا صحبت میکنیم، با مشتریایی که آمدن صحبت میکنیم، ببینیم اونا چطور آیا رضایت دارن از این مارکت یا خیر.
خب دوستا این مارکت یک خوبی بزرگی که داره ای است که هر بخشش جداگانه هست. مثلا اگر ترکاری نیاز داشته باشین کوچه جداگانه داره، اگر پیاز کشالو نیاز داشته باشین جدا هست، اگر میوه چیزی که نیاز داشته باشین این خلاصه خوبیش اینه است که هر چیز نیاز داشته باشین اینجا پیدا میشه. ببین با این دوست ما هم صحبت بکنیم. سلام، چطور هستید؟ خوب هستید؟ اجازه است بیایم اینجا کنارتان؟ چرا نه؟ چیال رین صحتتان خوب است؟ بخیر؟ بخیر باشید، سلامت. بخیر سلامت باشین. اول میشه که یک معرفی داشته باشیم از شما. خالد هستم، یکی از دکانداران از این مارکت بگرامی. خب بسیار خوب بسیار خوب. خاله جان چقدر وقت است که خودت آمدی اینجا دکان گرفتی؟ فعلا خودش تقریبا 3 ماه میشه که در این مارکت هستیم. 3 ماه. پیش از زود در مارکت چاری بود خاک خب بودیم. بسیار خوب. یعنی زمانی که نو جور شد دیگه خودت آمدی همینجا دکان گرفتی؟ بله همینجا. چطور است باز کاروبار؟ خوب است فعلا، شکر است، خوب است. اینجا کاروبارت خوب هست یا در چارای بطخاک بودی اونجا خوبتر؟ والا اوجا هم خوبتر بود دیگه، اینجا هم خوبتر میشه که یگان ذره می مشکلات از این مارکت در نظر گرفته شود. چی مشکلات مثلا داره این مارکت؟ مشکلات ها خود زیاد است. یکی خو اولش می کوچه ازی باید یک جغل اندازی و پختکاری شود. دیگه مسجد نداریم، تشناب نیست، یگان چای آب باشه به خاطر آشامیدنی یگان او اینجا ضرورت می باشه، به اون خاطر یگان مشکلات هست که باید تو زود جلوش گرفت. مسئولین صدای تشنیدن ان شاء الله که توجه میکنن و این چیزایی که خودت پیشنهاد کردی حتما مد نظر میگیرن. از نظر کاروبار اینجا برات راحت تر هستی یا چارای بطخاک راحت تر بود؟ نه اینجا خوبتر از ما. اینجا یکی ساحش بزرگ است، خوب است، دیگه اونجا سایه تنگ بود، باز دیگه اینجا مارکت دولتی است، همون نفع مفادش کلش به دولت میره دیگه. اینجا به ما خوبتر است از اینجا کره. مردم چطور باز بلد شدن امرایتان میان مشتریایتان؟ خوب است، هست مشتریای ما میاد دیگه، روز به روز ان شاء الله دیگه هم خوبتر خواهد شد. به شرطی که این دکانا خوب صحیح فعالیت کنن و مسئولین کس و نمو هم صحیح چیزی که گفته بودن شارواله کابل نای 16 اینا چیزی که گفته بودن باید به اون وعده خود صحیح وعده خودت ان شاء الله. بخیر سلامت باشی. خیلی ممنون. بخیر باشید، تشکر. بخیر باشین. خب دوستا ببین آهسته آهسته طرف بخش میوه بریم و با چند نفر اونجا هم صحبت هایی داشته باشیم. ما رو هم کنین دوستا. سلام، خوب هستین؟ خوب هستی بدر؟ بخیر جان جور. بخیر و سلامت باشین. اول بر دوستا یک معرفی کنین. قاری صاحب احمد الله هستم. سابق در مارکت چارای بطخاک وظیفه داشتیم، دکان داشتیم. فعلا که است در مارکت بگرامی مربوط ناحیه 16 میشه دیگه. دنیمیجا قرار داریم، تقریبا نزدیکای یک ماه میشه، 25-26 روز میشه که دنیمیجا فعالیت شروع کردیم و دیگه مشکلات های ما خیلی زیاد است. در ابتدای اول کسی مسئله جغل اندازی است، وقتی که باد و باران شدن میشه دیگه خیلی زیاد مشکل داشته میباشید. غریب و بیچاره کراچیوان است که حتی بار دکاندارا رو انتقال دادن نمیتونه دیگه. نمی یک خیلی زیاد یک مشکل کلان و عمده از این مارکت است دیگه. ما از امارت اسلامی خواهش میکنیم تا این مشکلات ما را مد نظر گرفتن بگیره و این مشکل ما را مد نظر گرفتن بگیرن برای از این دکاندارا بهتر میشن، به خاطر عمومی عوام بهتر شدن میشه دیگه. فایده شی مشترک است. سابق که بودیم در اون مارکت ما خیلی زیاد دیگه که اومدیم ضرر کردیم، به خاطر این ضرر کردیم بیادر که در 65 هزار دلار ما دکان داشتم و دکانای ما قلف شد و اومدیم دیگه و دوجا ما 5 دکان داشتیم، دیگه 5 دکان داریم. اما تا شرایط فعلی ما از دکانداری خود در این مارکت فعلا راضی نیستیم. او دکان باز گفتین 5 دکان داشتین. بله. اینجا تربوز است مربوط خودتان میشه. بله. اونجا هم باز سمی تربوز و میوه و چیزا سودا میکردین یا فرق میکرد اونجا؟ نه فرق نمیکنه. خیلی چیز همین مسلکی که دمیجا پیش بردن میبرم از وقت پدر و پدرکلان همین مسلک ماست و کار ماست. اینطور نیست که ما امروز آمده باشیم در دکان. در سیزن تربوز که از تربوز میباشه، خربوزه میباشه، مختلف نوع تربوز و خربوزه. و در سیزن زمستان که از ما کینو میباشه. ما خود ما فروشه از مارکت بودیم و فعلا که است تقریبا 26-27 روز است که دیگه قرار داریم و شروع گفتین دوجه تقریبا 60,000 دلار گفتین سرمایه گذاری کردین، تاوان کردین. ده چی تاوان کردین اینجا؟ دکانا را سرقلفی گرفته بودین، دو تاوان کردین یا دکانا را دوجه ما با امتیاز گرفته بودیم، چون امتیاز ما مکمل از دست ما رفت. به خاطر اون ما خیلی زیاد متضرر شدیم و ضرر کردیم. اینجا چطور باز اینجا کرا گرفتین تنها یا سرقلفی هم دادین؟ دیگه اول ابتدا که ما گپ زده شد که 21 روپیه کرا گرفتن میگیریم. عموما مارکت قانونش است که تا 5-6 ماهی که است کرایه هیچ داشته نمیباشه مارکت نو. دیگه از روز اول که ما اومدیم 21 روپیه که
مارکتی ما گپ زد 3 ماهه را پیشکایی دادیم. نو که 3 ماه ما پوره شده فعلا برای ما گفتن میگه که 3100 رو پشدن میشه دیگه، چون ما هم از اون طرف ضربه خوردیم و ما از این طرف ضربه خوردن میخوریم. صرفش فعلا خیلی زیاد کم است. چطور مردم بلد شدن امرویتان میاین مراجعه؟ طبعا مشتریای ما خوب که الحمدلله مشتریایی که داشتیم همیشه آمدن میای و روز به روز ان شاء الله که کار بهتر شده میره در این مارکت ها. خداوند مهربان باشه. همین کاروبار که باز باشه دیگه کرایش فرق نمیکنه. اگه آدم 10000 هم که بگه باز آدم کرا میتنی. کل گپ سر کاروبار هست. در مورد تربوز هم یکم برای دوستا بگوین که آمدیم سر تربوز کجا است، کدام ولایت هستی؟ این فعلا که تربوز پاکستان از خارجی تربوز است. بله. از خود وطن تا هنوز نرسیده؟ نه، بر وطن که تقریبا یگان 20 روز یک ماه دیگه وقت داشتن داره. چطور از باز نرخ تربوز ارزان است قیمت؟ نرخ تربوز سابق که بود خوب بود، گمرکا کم بود. برای فعلا که از گمرکا بالا شده دیگه توان مردم از این با بالاست. تربوز سابق ما ده هر تنش 7400 رو پدادن میدانیم، در شرایط فعلی $210 گفتن میگه. $210 از خوردن غریب و بیچاره دور است. بله. بخیر سلامت باشی. باز تربوز وطن که مبرای باز ارزان میشه تربوز؟ طبعا خوب گمرک داشتن نمی باشه. تقریبا هر یک سریش فعلا ما گمرک دادن میتیم 115 روپیه افغانی گمرک دادن میتیم. سر سیزن وطن خو کس کرایه نیست. حالا هر موتر کرایه دادن میتیم 3,60,000 3.5 لک. بقدر مصارف کرایه شدن میشه دیگه، در ضمن گمرک شدن میشه. سیزن وطنی خو کس ارزان است، هم کرایش کم شدن میشه و هم گمرک داشتن هم میباشه دیگه. اونو کس غریب و بیچاره و کلی مردم میتونه از استفاده کردن کنه. اما ما در مسئله سیزن خارجی اونو دیگه غریب سیل میکنه سنش هم استفاده کردن نمیتونه خوردن. مال خارجی دیگه بر پیسه دار است. از ما از روی ما خدا مال وطن خودمون. بله آمین. بخیر سلامت باشین. خیلی ممنون. تشکر. خب دوستان عزیز، این بود گزارش امروز ما که از مارکت میوه و همچنان ترکاری در بکرامی تقدیمتان کردیم و باز هم یک یادآوری میکنیم بر دوستا که این مارکت از چاره بادخاک اینجا انتقال داده شده است. سایه کاملا وسیع داره. اگر کار شوه بالا از این مارکت واقعا خوب هست برای دوستا که بیاین اینجا. یک فضای آرام داره، هر کس میتونه بیا اینجا تمام چیزهایی که ضرورت دارن را خریداری بکنن. شما هم چنل یوتیوب هدف میدیا را سابسکرایب بکنین، در تیک تاک، اینستاگرام و همچنان فیسبوک ما را دنبال کنید. اگر کدام انتقاد، پیشنهاد یا نظریه دارین میتونین که پای کامنت برام بنویسید. تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدار کنه.